سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت، جلد دوم، راوی ف ایرانی، ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com صفحه 172. 6 نفر در روز 26 خرداد ماه 1362 اعدام شدند. عنایت الله اشراقی متولد 1300، کارمند شرکت نفت. عنایت الله اشراقی، همسر او خانوم عزت جانمی و یکی از دختران او را به نام رویا به فاصله 2 روز اعدام کردند. اشراقی در نجف آباد در خانواده‌ای بهایی متولد شد. زبان انگلیسی می‌دانست و در شرکت نفت استخدام و پس از سالیانی بازنشسته شد. پس از انقلاب اسلامی به جرم بهایی بودن شامل قانون پاکسازی و حقوق بازنشستگی او قطع شد. او از دوران جوانی در تشکیلات بهایی فعال بود. پس از دستگیری اعضای محفل ملی شیراز به عنوان عضو علالبدل انتخاب شد. 8 آذر ماه 1361 او، همسرش خانوم عزت جانمی و یکی از دختران او را به نام رویا اشراقی دستگیر کردند. عزت جانمی متولد 1305، خانه‌دار، در نجف آباد در خانواده‌ای بهایی متولد شد. در سال 1326 با عنایت الله اشراقی ازدواج کرد و خانه‌دار بود. عزت جانمی در لجنه‌های مختلف عضو بود. در سن 57 سالگی در 28 خرداد 1362 در شیراز به دار آویخته شد. رویا اشراقی متولد 1331، دانشجو، به هنگام بازداشت دانشجوی سال دوم دامپزشکی بود و در سن 31 سالگی به فاصله 2 روز پس از اعدام پدر به همراه مادر خود اعدام شد. در یکی از روزهای محاکمه رویا اشراقی به بازجو میگوید امروز 33 روز است که من به اتفاق پدرم محاکمه می شود. اجازه بدهید برای چند دقیقه پدرم را ببینم. بازجو با این تقاضا موافقت می کند و رویا پدرش را برای چند لحظه می بیند. بازجو می گوید شما کافی است بگویید بهایی نیستم و آزاد شوید. رویا جواب منفی می دهد و مجدداً به سلول فرستاده می شود. عنایت الله اشراقی در 26 خرداد 1362 به جرم بهایی بودن در 62 سالگی به اتفاق 5 نفر بهایی دیگر به دار آویخته شد. چند روز بعد از اعدام 3 عضو خانواده اشراقی اموال آنها مصادره شد و تنها دختر جوان بازمانده خانواده را از خانه مسکونی خود بیرون کرده و خانه آنها را به یکی از پاسدارها واگذار کردند. زن بهایی به نام اولیا روحی زادگان که با 10 زن اعدامی در سال 1361 1362 همبند بود، روایت می کند که محاکمه بهاییان هر روز بین 12 تا 4 ساعت طول می کشید و با آزار و شکنجه‌های شدید روحی و دشنام و توهین همراه بود. بازجوها در هر لحظه از شبانه روز که
اراده می کردند زندانی را از سلول بیرون می برده و بازجویی یا محاکمه می کردند. به گزارش این شاهد عینی، بازجوها به هنگام محاکمه و بازجویی خانواده اشراقی را به باد ناسزا می گرفتند و با اعمال و رفتار غیر انسانی و توهین آمیز آنها را در حضور یکدیگر آزار می‌دادند تا خردشان کنند. در جلسات محاکمه خانم‌ها باید در ردیف جلو و مردان در ردیف عقب بنشینند. هیچ یک از دستگیر شدگان مرد و زن بهایی شیرازی از دین خود دست بر نمی‌دارند و همگی به اعدام محکوم می‌شوند. دکتر بهرام افنان متولد 1314 پزشک متخصص قلب در خانواده‌ای بهایی در شیراز متولد شد. در دانشکده پزشکی شیراز تحصیل کرد و در شیراز به طبابت مشغول بود. از دوران جوانی در تشکیلات بهایی فعال و در زمان دستگیری عضو محفل شیراز بود. در آبان ماه 1361 دستگیر و پس از 8 ماه زندان و شکنجه در 26 خرداد 1362 به حکم قاضی شرع و به جرم بهایی بودن در 48 سالگی به دار آویخته شد. عبدالحسین آزادی متولد 1296 کارمند وزارت کشاورزی در خانواده‌ای بهایی در شهرک خورموج متولد شد. پس از پایان دوران دبیرستان به استخدام وزارت کشاورزی درآمد. از دوران جوانی در جامعه بهایی فعال و عضو محفل محلی بوشهر و پس از انتقال به شیراز عضو فعال محفل شیراز بود. در 8 آذر ماه 1361 دستگیر و پس از 7 ماه زندان و شکنجه در 26 خرداد 1362 به اتفاق 5 بهایی دیگر در 66 سالگی به دار آویخته شد. کوروش حقبین متولد 1328 مکانیک رادیو در خانواده‌ای بهایی متولد شد و پس از پایان دوران دبستان در کرمانشاه روزها در یک مغازه تعمیر رادیو کار میکرد و شبها درس میخواند. در تشکیلات جوانان شهرهای محل اقامت خود فعال بود و در سال 1361 به عضویت محفل محلی شیراز انتخاب شد. در 8 آذر ماه 1361 دستگیر و پس از 7 ماه زندان و شکنجه در 34 سالگی به جرم بهایی بودن به دار آویخته شد. طاهره ارجمند و جمشید سیاوشی جمشید سیاوشی در خانواده‌ای بهایی در 1338 متولد شد. در یزد به مدرسه رفت و پس از پایان دوران دبیرستان به کار آزاد مشغول شد. همسر او خانم طاهره ارجمند در زندان چگونگی دستگیری خود و شوهرش را برای خانم روحیزادگان گفته است. روحیزادگان به نقل از او میگوید در سال 56 برای زندگی و کمک به بهائیان یاسوج به این شهر رفتیم. من در بیمارستان به عنوان پرستار کار می کردم و جمشید مغازه داشت. در آذر ماه سال 1357 مرا به جرم بهایی بودن اخراج و مغازه جمشید را غارت کردند. به ناچار با دست خالی به شیراز رفتیم. به هر بیمارستانی مراجعه می کردم چون بهایی بودم استخدام نمی شدم. در یک مطب خصوصی کار پیدا کردم و جمشید مغازه باز کرد. جمشید را
در اوائل سال 1362 دستگیر کرده و چون عضو محفل محلی شیراز و مسئول نگهداری فهرست نام بهائیان شیراز بود به شدت شکنجه کردند. از او فهرست کامل بهائیان را می‌خواستند. من چند روز پس از او بازداشت شدم. طاهر ارجمند در سال 1330 در خانواده‌ای بهایی متولد شد و در تشکیلات بهایی فعال بود. خانم روحیزادگان که با او همبند بود، چگونگی برخورد او را با بازجویان گزارش کرده است. طاهر و جمشید را گاهی به سلولهای انفرادی می بردند و برای شکستن مقاومت آنها علاوه بر شکنجه و شلاق، گاه به جمشید می گفتند که طاهره تبری کرده و آزاد می شود و گاه به طاهره می گفتند که جمشید تبری کرده و آزاد می شود. طاهره در جواب بازجویان می گفت هر کسی مسئول کار خویش است. من بهایی هستم و توبه نمی کنم. چون از این نیرنگ نتیجه ای حاصل نشد، به طاهره گفتند که شوهرت را در زیر شکنجه خواهیم کشت. یک بار برای اینکه گفته خود را به طاهره ثابت کنند، او را به اتاق محاکمه احضار و با همسرش روبرو کردند. روحیزادگان به نقل از طاهر ارجمند ادامه می دهد: وقتی با جمشید روبرو شدم، دیدم 2 مأمور زیر بغل جمشید را گرفتند. چشمم که به او افتاد بی اختیار فریاد کشیدم و متشنج شدم، چرا که از جمشید جز پوست و استخوانی نمانده بود. جمشید گفت که او را 70 روز شکنجه و 70 شب بیخوابی دادند. گفت که برادران پاسدار روزها مرا شکنجه می‌دهند و شبها نمی‌گذارند بخوابم. جمشید به سختی تعادل خود را حفظ می‌کرد، اما روحیه او بسیار قوی بود. از من می‌خواست تا در مقابل پاسداران استقامت کنم. بدنش را به من نشان دادم. انگشت‌های پاهای او چرک کرده بود. کمرش بر اثر شلاق زخم و چرک کرده بود. مچهای دست او چرک کرده بود. جمشید سیاوشی در 26 خرداد 1362 در 34 سالگی همراه با 5 بهایی دیگر در شیراز به دار آویخته می شود. هر 6 نفر را بدون مراسم مذهبی دفن می کنند. اولیا روحیزادگان می گوید در همان روزی که جمشید را اعدام کردند، طاهره را به دادگاه بردند تا حکم حاکم شهر را به او ابلاغ کنند. وقتی طاهره برگشت پرسیدم چه شد؟ گفت تا به حال فکر می کردم فقط جمشید را می کشند، ولی حال برایم مسلم شد که حاکم مرا هم به اعدام محکوم کرده است. 2 روز بعد 28 خرداد طاهره نیز به همراه چند بهایی در 32 سالگی به دار آویخته شد. خانواده یلدایی. نصرت غفرانی یلدایی، مادر بهرام یلدایی، در سال 1316 در نیریز در خانواده‌ای بهایی متولد شد. او چگونگی دستگیری خود، خانواده و همسایه خود را در زندان برای همبند خود خانوم روحیزادگان گفته است. اولیا روحیزادگان به نقل از او میگوید در اول آبان ماه سال 1361 4 پاسدار مسلح وارد منزل شدند. پس از ساعتها بازرسی و جستجو از منزل و جمع‌آوری کتب و اوراق به اتفاق همسر و فرزندم به نام احمد آقا یلدایی و بهرام یلدایی و همسایه‌ام خانم ایران آوارگان گرفتار و ما به زندان آوردند. پس از مدتی همسرم آزاد شد. نصرت غفرانی در سال
1316 در تبریز و در خانواده‌ای بهایی متولد شد و بعد از ازدواج با آقای یلدایی ساکن شیراز شد. در شیراز عضو محفل محلی و معلم کلاس‌های درس اخلاق و از فعالین جامعه بهایی شیراز بود. پس از دستگیری به مدت 55 روز در سلول انفرادی با شکنجه‌های روحی و جسمی روبرو شد. خانوم روحی زادگان همبند او می نویسد که اثر ضربات شلاق و کابل بر بدن نصرت غفرانی کاملا مشهود. بازجویان از او می‌خواستند که چون عضو محفل محلی بوده در مصاحبه بگوید که دین بهایی را به حق نمی‌داند و بهاییان را به اسلام دعوت کند. نصرت غفرانی به این خواست تن نمی‌دهد. بعد از 8 ماه زندان و شکنجه در 28 خرداد ماه 1362 به اتفاق 9 زن بهایی دیگر به نامهای سیمین صابری، زرین مقیمی، شهین دالوند، مونا محمودزاده، سیمین صابری، رویا اشراقی، عزت جانمی اشراقی، طاهره سیاوشی و مهشید نیرومند در سن 46 سالگی به دار آویخته می شود. اجساد آنها را با همان لباسهایی که به تن داشتند بدون مراسم مذهبی دفن می کنند. بهرام یلدایی متولد 1334 دانشیار دانشگاه. در رشته اقتصاد در دانشگاه شیراز تحصیل کرد و پس از اخذ فوق لیسانس در همان دانشگاه به سمت دانشیار استخدام و پس از انقلاب به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد. در تشکیلات بهایی عضو لجنه جوانان و لجنه برگزاری جلسات یعنی ضیافت بود. پس از دستگیری به مدت 48 روز در زندان سپاه پاسداران شیراز زندانی شد. حاکم شهر 2 راه به او پیشنهاد می کند: تبری از بهاییت و آزادی یا اعدام. دست از دین خود بر نمی دارد و 2 روز پیش از مادر خود در 26 خرداد ماه همراه با 5 بهایی دیگر در میدان چوگان شیراز در 28 سالگی به دار آویخته می شود. اجساد هر 6 نفر را به نامهای عنایت الله اشراقی، کوروش حقبین، بهرام افنان، عبدالحسین آزادی و جمشید سیاوشی را بدون مراسم مذهبی دفن می کنند. سیمین صابری متولد 1338 کارمند. در دهبید یکی از دهات استان فارس متولد شد. پدر و مادر او به آیین بهایی گرویده بودند. او برای کمک به پدر و مادر تهیدست و خانواده ضمن تحصیل در مدرسه در کار خیاطی به مادر کمک میکرد. پس از پایان دوران دبیرستان به عنوان ماشین نویس در شرکت زراعی مرودشت استخدام شد. در تشکیلات بهایی رابطه بین محفل روحانی محلی و لجنه تعلیم و تربیت را به عهده داشت. همچنین معلم درس اخلاق، عضو لجنه جوانان و ناظم ضیافت بود. او که هنوز مجرد بود در اول آبان ماه 1361 دستگیر شد. علیه او 16 اتهام مطرح شد که به سمت‌های او در تشکیلات بهایی برمیگشت و چون حاضر به توبه نشد پس از 8 ماه زندان و شکنجه در 28 خرداد 1362 در 24 سالگی به دار آویخته شد.
شهین دالون متولد 1335 جامعه شناس. در شیراز در خانواده‌ای بهایی متولد و در رشته جامعه شناسی از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شد. خانواده او پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند، اما او برای کمک به جامعه بهایی در ایران ماند. اولیا روحیزادگان که با او محاکمه شد نقل می‌کند قاضی به صورت شفاهی و کتبی از شهین سوال کرد تا چه حد حاضرید بر عقیده خود ثابت بمانید؟ آیا تا پای اعدام هم حاضرید بر اعتقاد خود ثابت باشید؟ شهین جواب داد امیدوارم فضل حق شامل گردد تا دقایق آخر لحظه حیاتم بر اعتقاد خود ثابت و راسخ بماند. شهین 6 ماه و نیم زندان، شکنجه، توهین و تحقیر را تحمل کرد. او را در 28 خرداد ماه 1362 همراه با 9 زن بهایی دیگر در زندان شیراز و در 27 سالگی به دار می‌زنند. زرین مقیمی ابیانه متولد 1333 مترجم. در ابیانه در خانواده‌ای بهایی متولد و در ادبیات انگلیسی از دانشگاه فارغ التحصیل شد. همراه با خانواده خود به شیراز رفت و چون پدرش مسئول تعمیرات منزل سید باب در شیراز بود، در نزدیکی همان منزل سکونت می‌کند و پس از انقلاب شاهد تخریب خانه باب می‌شود. زرین مقیمی ابیانه پیش از انقلاب در شیراز به عنوان مترجم در کارخانه پتروشیمی مرودشت استخدام، اما پس از انقلاب به دلیل بهایی بودن اخراج شد. در تشکیلات بهایی فعال و عضو گروه نشر معارف بهایی، معلم کلاس‌های درس اخلاق و عضو گروه انتصابی بود. در آذر ماه سال 1361 همراه با پدر و مادر خود دستگیر شد. مادر او را پس از 14 ماه آزاد، اما اموال آنان را مصادره می‌کنند. زرین 7 ماه در زندان شکنجه شد، اما بر دین خود ماند. قاضی شهر به او پیشنهاد کرد که از بهایی بودن تبری کند تا آزاد شود. به گفته روحیزادگان زرین جواب می‌دهد من راه حق و حقیقت را یافتم و به هیچ قیمتی حاضر نیستم آن را از دست بدهم. لذا حکم قاضی را می‌بوسم. در 28 خرداد 1362 در 49 سالگی به دار آویخته شد. اختر ثابت متولد 1337 پرستار. در سروستان در خانواده‌ای تهیدست و بهایی متولد شد. پدرش در سروستان مغازه کوچکی داشت. در آذر ماه 1357 به دستور آیت الله دستغیب امام جمعه و نماینده آیت الله خمینی در استان فارس خانه‌ها و مغازه‌های بهائیان سروستان را غارت کرده و به آتش می‌کشند. بهائیان به اجبار سروستان را ترک کرده به شیراز و سایر شهرها می‌روند. اختر به اتفاق پدر و مادر خود راهی شیراز می‌شود. اختر در شیراز در رشته پرستاری تحصیل و در بیمارستانی در شیراز مشغول به کار شد. در اول آبان ماه 1361 پاسداران شبانه او را در خانه مسکونی او دستگیر می‌کنند. زندانیان در زندان سپاه مجبور بودند شرح زندگی خود را از تولد تا روز دستگیری بنویسند. اختر از جمله نوشته است در خانواده‌ای فقیر و کم درآمد متولد شدم و همیشه
از اوان طفولیت به خاطر اعتقادم به دیانت بهایی مورد ظلم و ستم قرار گرفتم و به سختی و مشکلات بزرگ شدم تا به این سن رسیدم. او برای همبند خود اولیا روحی زادگان نقل کرده است. بازجو وقتی که شرح زندگیم را خواند مرا به باد ناسزا گرفت و گفت با وجودی که به خاطر عقیدت این همه مورد اذیت و آزار واقع شدی و با زجر و سختی بزرگ شدی چرا توبه نمی کنی و هنوز هم که حاضر نیستی یک کلمه بگویی بهایی نیستم؟ جواب دادم چطور می توانم حقانیت امر خدا را انکار کنم؟ بازجو گفت تا چه حد؟ حتی تا پای اعدام هم حاضری بر عقیدت ثابت بمانی؟ جواب دادم به فضل حق امیدوارم. 38 روز در زندان سپاه پاسداران شکنجه و سپس به زندان عادل‌آباد منتقل می شود. در زندان عادل‌آباد به حکم قاضی شهر به نام قضایی به جرم 1 بهایی هستی و حاضر به کتمان عقیده نشدی، 2 عضو تشکیلات بهایی بودی، 3 ازدواج نکردی و مجرد هستی، محکوم به اعدام و در 28 خرداد 1362 در 25 سالگی به دار آویخته شد. مهشید نیرومند متولد 1335 فیزیکدان در شیراز در خانواده بهایی متولد شد. 8 آذر ماه سال 1361 او و 40 نفر زن و مرد بهایی را دستگیر می کنند. مهشید نیرومند فارغ التحصیل رشته فیزیک یکی از بازداشت شدگان آن شب بود. مهشید در تشکیلات بهایی عضو لجنه جوانان بهایی شیراز، معلم درس اخلاق و معلم کلاس‌های تنزید معلومات امری داخل پرانتز کلاس‌هایی که در آنها آموزه‌های بهایی تدریس می‌شود پرانتز بسته بود. به روایت اولیا روحی زادگان زندانیان را با چشم‌های بسته محاکمه می‌کنند. خانم‌ها چادر همدیگر را می‌گرفتند و مأموری یک سر روزنامه را در دست می‌گرفت و سر دیگر آن را بایستی یک بهایی بگیرد، چرا که بهاییان از منظر مأموران نجس بودند. شبی که مهشید را دستگیر می‌کنند، رئیس گروه به پاسداران دستور می‌دهد که مواظب باشید آنکه لیسانس فیزیک دارد را بیاورید و اشتباهی خواهر دیگرش را نیاورید. به روایت اولیا روحی زادگان در زندان سپاه پاسداران بازجو می‌پرسد حاضری دست از عقاید خود برداری و به دین اسلام برگردی؟ و مهشید جواب می‌دهد به هیچ وجه عقیده ام را عوض نمی‌کنم. بازجو می‌پرسد تا لحظه اعدام؟ مهشید می‌گوید امیدوارم تا آن لحظه بر اعتقاد خود ثابت بمانم. مهشید به 28 خرداد 1362 در زندان عادل‌آباد در 27 سالگی به چوبه دار آویخته شد. مونا محمود نژاد دختر 17 ساله یدالله محمود نژاد. مونا دختری 17 ساله که با 9 زن دیگر بهایی در 28 خرداد 1362 در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد، دختر یدالله محمود نژاد بود که 3 ماه پیش از او اعدام شده بود. مونا شرح محاکمه و دستگیری خود را در زندان برای همبندی‌های خود نقل کرده است. در شب اول آبان 1361 مرا به اتفاق پدرم دستگیر کردند. در زندان مأمورین و بازجوها
به من پیشنهاد توبه و بازگشتن به اسلام را کردند. اما من پیشنهاد آنها را رد کردم. مرا در 3 مرحله محاکمه کردند. در 2 مرحله اول حکم به آزادی من دادند و قرار بود که با وثیقه ملکی آزاد شوم. اما روزی که مادرم با وثیقه به زندان مراجعه کرد، او را هم دستگیر کردند. در مرحله 3 حاکم شهر پس از تحقیر و توهین زیاد به من گفت پدر و مادرت تو را فریب دادند و تو از پدر و مادرت تقلید کرده ای و بهایی شده ای. گفتم جناب حاکم، درست است که من بهایی زاده هستم، ولی من خودم بهایی شدم. حاکم شهر گفت دختر، تو از معنی دین چه می‌دانی که اینطور پایبند عقیده خود هستی؟ جواب دادم آیا دلیلی بهتر از این هست که مرا از پشت میز مدرسه به زندان کشانده اید و چند ماه است که مرا زندانی کرده اید؟ استقامت من همان ایمانی است که به من اعتماد به نفس داده و امروز جوابگوی شما هستم. وقتی که به پای چوبه دار رسیدم، دست قاتل را میبوسم. سپس لحظه‌ای که پاسداران حلقه دار به گردنم آویختند، طناب دار را میبوسم. اولیا روحیزادگان روایت کرده است روز یکشنبه 28 خرداد خواهر اختر ثابت بلای ملاقات خواهرش به زندان می رود. بعد از ظهر گروه 10 نفره زنهای بهایی را با عده‌ای پاسدار زن و مرد به کابین تلفن می آورند. اختر به خواهرش می گوید آیت الله قضایی و دادستان انقلاب میر عماد برای آخرین بار به ما اتمام حجت کرده اند که اگر تبری نکنید همگی ما را اعدام کنند. از شما میخواهم استقامت و تحمل کنید. برای ما دعا کنید تا بتوانید تا دقایق آخر حیات بر اعتقاد خود راسخ و ثابت بمانید. از طرف ما با تمام فامیل، دوستان و بستگان خداحافظی کنید. یکی از مأمورین اجرای حکم میگوید تا لحظه آخر به همه آنها فرصت دادیم و به ترتیب سن اول مسن‌ترها و بعد دختران جوان را یکی بعد از دیگری جلوی چشم همدیگر اعدام کردیم تا شاید بترسند و از عقیده خود برگردند. حتی چندین بار به آنها گفتیم فقط یک کلمه بگویند بهایی نیستیم تا شما را اعدام نکنیم و آزاد کنیم، اما هیچ کدام حاضر نشدند و اعدام را ترجیح دادند. 10 زن بهایی را در شب 28 خرداد به دار می‌آویزند و فردای آن روز بدون تشریفات مذهبی با همان لباس و چادری که اعدام شده بودند دفن می‌کنند. چند بیت از شعری که یکی از آشنایان منا گفته است. تقدیم به روح پاک عروس زیبای آسمان‌ها منا محمود نژاد. دختر شیراز اینک دست افشان می رود. با رفیقان می رود. خنده بر لب، شور در دل، پای کوبان می رود. فتنه جویان می رود. سرو شیراز آخرامیدن بیاموز این زمان. از سلوک همگنان سرو ما را بین چه گردنکش به میدان می رود. بس خرامان می رود. دختر شیراز لبهایت چه شیرین بوسه زد. بوسه ای سوزنده زد. بر طناب دار اینک شاد و خندان می رود. غنچه افشان می رود. در صفحه 184 سند شماره 36 وصیت‌نامه مونا گذاشته شده.
صفحه 185 عکس مونا و پدرش، جمشید سیاوشی و همسرش طاهره ارجمندی سیاوشی. سند شماره 37 ضبط اموال بهائیان. دادسرای انقلاب اسلامی گرگان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرگان. موضوع اموال فرقه ضاله بهائیت. عطف به نامه شماره 3/23 خط-20 خط-497 مورخ 21/862 حسب اظهار نظر حاکم شرع محترم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان، توقیف اموال اعضای محفل که وابستگی آنها به بیت العدل و اسرائیل محرز است بلا مانع است. مقتضی است لوازم احتکاری کتب مکشوفه ضمن تهیه صورت مجلس به این دادسرا تحویل گردد. سند شماره 38 بسمه تعالی. در تاریخ 16/8/62 به وقت مقرر جلسه دادگاه کیفری 1 آباده به تصدی امضا کننده زیر با حضور متهمین تشکیل و پرونده 1243 خط-62 جنحه تحت نظر می باشد. موضوع پرونده گزارش مردم آباده در مورد بهایی بودن آقای بهرام جنتی فرزند محمد 47 ساله آرایشگر اهل و ساکن آباده خیابان امام خمینی آرایشگاه خودش که پس از استماع اظهارات متهم و مطالعه پرونده در خصوص وی ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر نظر می دهد. در خصوص بقیه افراد پرونده باز است. رأی دادگاه نسبت به اتهام آقای بهرام جنتی دائر بر بهایی بودن و داشتن مغازه آرایشگاه در بازار مسلمین با توجه به شکایات زیادی از مردم مسلمان و اقرار و اعتراف به بهایی بودن نامبرده و در نظر گرفتن وضع بازار مسلمین و جمهوری اسلامی و ارتداد و نجس بودن وی هیچ گونه امکان اشتغال به چنین شغلی را ندارد و مغازه سلمانی او بسته اعلام و جواز کسب وی بی اعتبار و باطل می گردد. چنانچه تغییر شغل داده با نظر دادگاه و حاکم شهر در مورد باز شدن مغازه حکم خواهد شد. این رأی قطعی است. 2 مورد بقیه چند تا نقطه پرونده باز است. رئیس دادگاه کیفری 1 آباده کیانی. در صفحه 188 سند شماره 38 قید شده. صفحه 189 سند شماره 39 مصادره گلستان جاوید در آمل. بنیاد مستضعفان مازندران شهرستان آمل آقای کثیری. چون گلستان جاوید جامعه بهائیان که کلیه اموال شرکت امنا به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده است، لذا جهت تخلیه چند تا نقطه و دفن نمودن افراد بهایی خودداری نمایید و بنیاد در نظر دارد در آن مکان خوب جهت ساختمانسازی اقدام نماید. سند شماره 40 اخراج بهائیان از کار. بسم تعالی. رأی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی. جلسه هیئت جهت رسیدگی به پرونده نامبرده فوق در تاریخ 12/6/62 با حضور چند تا نقطه تشکیل گردید. گردش کار. نامبرده به استناد نامه شماره
چند تا نکته. دادسرای انقلاب اسلامی همدان به انضمام 2 برگ فتوکپی احکام صادره علیه مشار الیه ابتدا به جرم عضویت در تشکیلات بهائیت مستحق اعدام شناخته شده، اما از آنجایی که محاربه ایشان با نظام جمهوری اسلامی به اثبات نرسیده به 10 سال حبس و زندان محکوم شده است. رأی هیئت بدوی بازسازی آموزش و پرورش استان همدان جرم وی چند تا نقطه به اثبات رسیده است، منطبق بر بند 1 ماده 19 دانسته و به استناد بند 8 ماده 29 و با چند تا نقطه آراء و برابر بند 11 ماده 20 به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می نماید. ضمناً طبق تصویب 9مین جلسه مشترک عالی نظارت فعلاً هیچ گونه وجهی بابت چند تا نقطه بازنشستگی به ایشان تعلق نمیگیرد تا مجلس شورای اسلامی نظر خود را در این خصوص اعلام فرماید. صفحه 191 سند شماره 40 قید شده. در صفحه 192 کمیته های پاکسازی، انقلاب فرهنگی و اخراج بهائیان از مدارس و دانشگاه ها. در 22 خرداد ماه سال 1359 آیت الله خمینی پس از تعطیل کردن همه دانشگاه های کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی را با هدف اسلامی کردن دانشگاه ها تأسیس کرد. اعضای این شورا ابتدا 6 نفر، دکتر باهنر، دکتر حسن حبیبی، دکتر شریعت مداری، دکتر عبدالکریم سروش، جلال الدین فارسی و مهدی ربانی بودند، اما مدتی بعد رؤسای 3 قوه نیز به آن اضافه شدند. خامنه‌ای رئیس قوه مجریه، اردبیلی رئیس قوه قضائیه و رفسنجانی رئیس قوه مقننه. در سال 1363 آیت الله خمینی عده‌ای دیگر را نیز به شورا افزود: مهدوی کنی، سید کاظم اکرمی، رضا داوری، نصرالله پورجوادی و محمد رضا هاشمی. شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه بهائیان اعم از دانش آموز، دانشجو، معلم و استاد دانشگاه را از مدارس و دانشگاه ها اخراج کرد. در تیر ماه 1358 اطلاعیه های عمومی مبنی بر ممنوعیت ثبت نام دانش آموزان بهایی صادر شد. مسئولان مدارس پرسشنامه ای را بین دانش آموزان توزیع کردند که شامل بندی بود با این مضمون: دانش آموزان باید متدین به یکی از ادیان رسمی کشور باشند: مسلمان، یهودی، مسیحی و زرتشتی. دانش آموزان بهایی در سال تحصیلی 1360-61 ملزم به تکمیل فرمی شدند که پرسش‌هایی چون آیا پدر و مادر شما بهایی هستند؟ اگر چنین است آیا مایل به تبری از بهاییت هستید؟ در آنها گنجانده شده بود. اغلب دانش آموزان بهایی بودن خود را تایید کرده و از مدارس اخراج شدند. در سال 1360 وزیر آموزش و پرورش ممنوعیت پذیرش بهائیان را در دانشگاه‌ها با صدور حکمی رسمیت بخشید. روزنامه کیهان در سال 1360 مقررات جدید ارسال عرض دانشجویی و عنوان 30 گروهی را که صلاحیت دریافت عرض دانشجویی نداشتند اعلام کرد. گروه 7 شامل دانشجویانی میشد که پیرو یکی از ادیان رسمی کشور نباشند و این گروه دانشجویان بهایی را در بر می‌گرفت. فشارهای اقتصادی.
اعمال فشار اقتصادی از شیوه‌های رایج سرکوب در جمهوری اسلامی است. ممنوعیت استخدام بهائیان در ادارات دولتی و نیمه دولتی در جامعه‌ای که نزدیک به 80% اقتصاد را نهادهای دولتی و نیمه دولتی کنترل می‌کنند، به معنای بیکاری انبوهی از بهائیان بود. بهائیان طبق آموزه‌های مذهبی خود اجازه ندارند دین خود را پنهان کنند و جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها با گنجاندن پرسشی درباره دین بهائیان را با بنبست اقتصادی روبرو می‌کرد. در کنار این ممنوعیت رسمی، مصادره شرکت‌های خصوصی و مغازه‌های بهائیان فشار اقتصادی بر جامعه بهائی را مضاعف می‌کرد. پس از انقلاب دولت دستور داد تا بهائیان را از نهادهای دولتی اخراج کنند. نعمت الله تقی، فرماندار استان فارس، در بخشنامه‌ای محرمانه به افرادی که به دین اسلام مشرف نشده اند اخطار کرد که از این پس از مشاغل دولتی به جرم فساد اخلاقی اخراج شده و مطابق با بند 3 ماده 14 قانون استخدام کشوری حق اعتراض یا دریافت حقوق بازنشستگی نخواهند داشت. فرماندار می نویسد اما اگر از وابستگی به فرقه ضاله اظهار ندامت و پشیمانی نموده به دامان حیات بخش اسلام پناه ببرید، توبه شما قبول و از نظر اداری به خدمت مشغول و حقوق عقب مانده شما پرداخت می گردد. در 9 تیر 1359 روزنامه جمهوری اسلامی مقاله‌ای با عنوان پرداخت پول بیت المال به بهائیان حرام اعلام شد منتشر کرد. در این مقاله آمده است که بر اساس ماده 440 قانون استخدام کشوری و به جرم اعتقاد به مسلک بهائیت 44 نفر از مشاغل خود اخراج شدند. هنگامی که وزیر آموزش و پرورش به بهائیان بازنشسته اطمینان داد که پرداخت حقوق بازنشستگی آنها ادامه خواهد یافت، آیت الله محلاتی، آیت الله شیرازی و آیت الله دستغیب فتواهایی صادر کردند مبنی بر اینکه پرداخت پول بیت المال به بهائیان حرام است و هر کس که از این فتوا سرپیچی کند خاطی به شمار می رود. این فتواها به رغم آن صادر شدند که حق بازنشستگی را در سالیان خدمت از حقوق بهائیان کسب کرده بودند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استناد به فتوای آیت الله ها در 12 تیر 1359 بخشنامه‌ای صادر و تصریح کرد که کلیه مسئولین شرکت‌های تابع سازمان گسترش و نوسازی موظفند در صورت شناسایی بهائیان بین کارکنان خود وضعیت استخدامی آنها را به حالت تعلیق درآورده و پرونده را برای رسیدگی به کمیسیون پاکسازی مستقر در سازمان گسترش و نوسازی در تهران ارسال کنند. محرومیت‌های فرهنگی و اجتماعی، مصادره اموال، لغو مجوز کار، اخراج از ادارات و شرکت‌ها، ممنوعیت ورود دانشجویان بهایی به دانشگاه‌ها در کنار اعدام و شکنجه از آغاز حکومت جمهوری اسلامی رسمیت یافت و تاکنون اعمال شده. پس از انقلاب سال 1357 شرکت نونهالان و شرکت امنا متعلق به جامعه بهایی مصادره شدند. شرکت امنا با هدف نگهداری اماکن بهایی تأسیس شده بود و شرکت نونهالان یک شرکت سهامی تجاری بود که اغلب سهامداران آن بهایی بودند. سپاه پاسداران هر دو شرکت را در تابستان 1358 اشغال و مصادره کرد.
با مصادره شرکت امنا کلیه اسناد اماکن بهایی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. از سال 1358 تعدادی از اماکن مذهبی بهاییان مصادره و یا تخریب شدند. در رضائیه ساختمانی را که باب در آن اقامت کرده بود در راه چهریق به تبریز مصادره و تخریب کردند. خانه میرزا حسن و میرزا حسین سلطان الشهدا و محبوب الشهدا که سید باب در آن خانه مدتی اقامت کرده بود نیز مصادره شد. باغ بدشت که بابیان اولین کنفرانس خود را در سال 1264 هجری قمری مطابق با 1848 میلادی در آن برگزار کرده بودند تخریب شد. منزل بهاءالله در کولا تخریب شد. خانه‌ای در تکور مازندران که او دوران جوانی خود را در آن گذرانده بود مصادره و تخریب شد. در عراق خانه شهدا که برای بهائیان مکان مقدسی بود تخریب شد. خانه علی اکبر برابر که با همه اعضای خانواده خود به قتل رسیده بود. تخریب زادگاه سید باب. زادگاه سید باب در شیراز که زیارتگاه بهائیان سراسر جهان به شمار می رفت در 6 اردیبهشت 1358 مصادره شد. در اواخر سال 1358 شخصی به نام شمالی مأمور تخریب خانه باب شد. کوروش طلایی یکی از بهائیان تهران به شیراز فرستاده می شود تا شاهد عینی ماجرا باشد. آقای طلایی گزارش می دهد که در 17 شهریور ماه 1358 گروهی از مردم به اتفاق شخصی به نام حاج شریف یکی از مسئولین اوقاف شیراز و یک روحانی به نام طوبایی و تعدادی افراد مسلح وارد خانه شدند و شروع به تخریب آن کردند. بر اساس گزارش طلایی برنامه تخریب با شرکت معتکف شهردار شیراز و آیت الله محلاتی روحانی شهر شیراز و با تأیید دادستان کل کشور رخ داد. عبدالحسین تسلیمی بهایی با عده‌ای از بهائیان به نزد آیت الله محلاتی می روند که شاید با کمک او بتوانند از خرابی بنا جلوگیری کنند. تسلیمی جریان مذاکره را چنین گزارش می کند. آیت الله محلاتی تمام جریان را می دانست و گفت بله این خانه کفر است و مدت 130 سال کفر بوده و حالا باید خراب شود. گفتم که خشت و گل و آجر که کفر نمی شود. تازه اهالی کوچه و ساکنین اطراف چه گناهی دارند که مرتب تهدید به تخریب خانه هایشان می شود. گفت اینها یا باید مسلمان شوند و یا هرچه بر سرشان می آید مانعی ندارد. گفتم جناب محلاتی پس معنی عدل اسلامی و اصول انسانی اسلام چه می شود؟ گفت آنها برای یهود و نصرانی است و اینها یا باید مسلمان شوند و یا تمام خانه هایشان هم خراب شود مانعی نیست و آن خانه کفر هم باید خراب شود. صحبت که به اینجا رسید ذکر هر مطلب دیگری زائد بود. خداحافظی کرده محل را ترک کردیم و معلوم شد که ایشان نیز در جریان بوده و از عاملین آن هستند. کلیه خانه های بهائیان را که در آن کوچه قرار داشت نیز تخریب کردند. در سال 1360 زادگاه باب با خاک یکسان و به جای آن مسجدی به نام مسجد مهدی بنا کردند. تخریب گلستان جاوید، قبرستان‌های بهائیان. در 15 اسفند ماه 1357 آیت الله قمی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات ادعا کرد که بهائیان جاسوس انگلیس
روسیه، آمریکا و اسرائیل هستند و بدین دلیل مصادره اموال و مراکز آنها دارای توجیه شرعی است. بی‌حرمتی به قبرستان‌های بهائیان در سراسر کشور اوج گرفت. در سنگسر، وهنمیر، کوشکک، شهسوار، بابلسر، منشاد و چابهار قبرستان‌ها تخریب شدند. در یزد و شیراز جنازه بهائیان را از قبر بیرون آوردند و مقامات مانع دفن مردگان بهایی شدند. در 14 آذر 1360 قبرستان بهائیان در تهران مصادره شد و 13 کارمند آن را به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز دستگیر کردند. 1 ماه بعد در 24 دی 1360 قبرستان بهائیان باب سلمان در روستایی نزدیک تهران نیز مصادره شد و بهائیان تهران مجبور شدند تا مردگان خود را در محلی که برای دفن اجساد کافران اختصاص داده شده بود، زمینی بایر به نام لعنت‌آباد، شهر کافرین، دفن کنند. در آذر 1362 بنیاد مستضعفان و جانبازان قبرستان بهائیان را در بابلسر ضبط کرد و نمایندگان بهائیان برای دفن مردگان خود مجبور شدند به مراجع قضایی متوسل شوند. مراکز بهایی در شهرهای مشهد، تبریز، رضائیه، شاهآباد عراق، کرمانشاه، اصفهان، تهران، امیرآباد، زرگنده، تجریش، باغ تژه، خانی‌آباد، فردوس، شیراز، مرودشت، عربخیل، مشهد، باغستان، مشهد، یزد، مریم آباد یزد، تفت، رفسنجان، کرمان و نیریز، خوک آباده، کوشکک آباده، چنبر آباده، سنگسر، بابلسر، اردکان، وادقان، فاتح آباد کاشان مصادره، تخریب و یا به آتش کشیده شده. مقامات دولت جمهوری اسلامی ساختمان‌های دیگر بهائیان از جمله بیمارستان میثاقیه و مدرسه تابستانه حدیقه را در تهران نیز مصادره و یا تخریب کردند. در سند شماره 31 به این ماجرا نیز اشاره شده است. بیمارستان میثاقیه را بهائیان در دهه 30 شمسی با سرمایه خصوصی تأسیس کرده بودند. در خرداد ماه 1358 2 نفر به پروفسور حکیم، یکی از بنیانگذاران و مسئولان بیمارستان مراجعه می‌کنند و حکمی را به امضای ابوالقاسم سرحدی زاده به او ارائه می‌دهند. متن حکم چنین است: به موجب این حکم به آقایان دکتر خسرو صادقی تهرانی و محمد رازقی مأموریت داده می شود تا نسبت به کلیه امور بیمارستان میثاقیه که طبق دادگاه انقلاب اسلامی مصادره گردیده است تحقیق و شناسایی کامل نموده و نسبت به آن اقدام مقتضی به عمل آورد. بدین ترتیب مصادره بیمارستان میثاقیه توجیه قانونی می یابد. در حکم دادگاه به نفوذ بهائیان در تأسیس، سرمایه‌گذاری و اداره بیمارستان، ارتباط با بیت العدل، تبلیغات ضد اسلامی و صهیونیستی اشاره شده و گفته شده است که از 290 کارمند بیمارستان 123 نفر پیرو فرقه ضاله بهایی هستند. پروفسور حکیم نامه‌ای به مهندس بازرگان نخست وزیر وقت می‌نویسد و تقاضای تجدید نظر در حکم می‌کند. بازرگان جواب می‌دهد که بر این امر هیچ گونه تسلطی نداشته و مصادره را کمیته انقلاب که زیر نظر مستقیم آیت الله خمینی است انجام داده است. 7 ماه بعد از این حادثه پروفسور حکیم در مطب خصوصی خود به قتل می‌رسد. محرومیت‌های اقتصادی و فرهنگی.
وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1359 در نامه‌ای به اداره کل کار مقررات جدید مبنی بر پاکسازی بهائیان شاغل را ابلاغ کرد. در این نامه تصریح شده است: طبق بند 8 ماده 29 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت، مصوب 5/7/1360 مجلس شورای اسلامی، مجازات فرقه ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یا عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد، انفصال دائم از خدمت دولتی خواهد بود. وزارت کار و امور اجتماعی در ادامه این دستور فرمان داد که مراجع حل اختلاف مکلفند از صدور رأی به نفع کارکنان اخراجی خودداری کنند. بر اساس قانون سال 1301 استخدام بهائیان در ادارات دولتی ممنوع بود، اما از دهه 30 به بعد این قانون با شدت کمتری اجرا می‌شد و بهائیان در ادارات دولتی در شرایطی استثنایی استخدام شده بودند. دولت جمهوری اسلامی با استناد به قانونی که به دوران رضاشاه وضع شده بود دستور داد که چون استخدام بهائیان ممنوع بوده است، کارمندان بهایی باید تمامی حقوق دریافتی خود را در سالیان خدمت به خزانه ملی برگردانند. بسیاری از کارمندان بهایی که از پرداخت حقوق دریافت شده خود در سالهای خدمت ناتوان بودند به زندان افتاد. در این سال بخشنامه‌هایی مبنی بر اخراج بهائیان از شرکت‌ها صادر و در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شدند. در 9 شهریور 1359 وزارت نفت به یک کارمند بهایی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که حقوق و مزایای او قطع و او تا تعیین تکلیف از طرف مقامات ذی‌صلاح از کار محروم شده است. نامه متذکر می‌شد که چنانچه کارمند بهایی خود را به این فرقه منتسب نمی‌داند، مراتب را به صورت کتبی اطلاع دهد تا در تصمیم اخذ شده تجدید نظر شود. در اهواز هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارکنان بهایی 15 روز مهلت دارند تا خود را معرفی کنند و در صورت عدم مراجعه مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. اطلاعیه همچنین از عموم کارمندان تقاضا کرده بود تا کلیه افرادی را که به نحوی با فرقه بهائیت تماس دارند به این هیئت معرفی کنند. قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه در نامه‌ای به شرکت زمزم اعلام کرد در صورتی که کارمندان و کارکنان شاغل بهایی حاضر به توبه بشوند و در پرونده پرسنلی خود بنویسند که متدین به دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری می باشند و همین موضوع را در روزنامه کثیرالانتشار با عکس، چاپ و منعکس نمایند، می توانند به کار خود ادامه دهند. به بهائیان این شرکت برای انجام این دستور 20 روز مهلت داده شد. در جلسه‌ای در بهمن 1360 شورای عالی بانک‌ها مقرر کرد که کارکنان بهایی تا تعیین تکلیف نهایی از طرف هیئت بازسازی نیروی انسانی بدون پرداخت وجهی از کار معلق گردند. پیرو این تصمیم بانک ملت در یک نامه عمومی درخواست تهیه فهرست کارکنان بهایی را که حاضر به انکار بهاییت نیستند صادر و به اداره کل امور کارکنان ابلاغ کرد. شرکت ایرساکو در تهران
در سال 1361 به کارمندان بهایی اعلام کرد تا زمانی که وابستگی خود را از این فرقه قطع نکرده و به جمهوری اسلامی رو نیاورند، حق ورود به کارخانه را ندارند. کارمندان بهایی بخش خصوصی نیز در اغلب شرکت‌ها و سازمان‌ها مجبور به ترک کار خود شدند. اغلب کارفرمایان کارمندان و کارگران بهایی خود را اخراج کردند. برخی به کارمندان و کارگران بهایی خود توصیه کردند که در محل کار خود حاضر نشوند مگر اینکه از دیانت بهایی به صورت علنی تبرئی کنند. تعدادی از کارفرمایان از دستور اخراج بهاییان ناراضی بوده و در نامه‌هایی به مقامات بر ضرورت بهره‌گیری از تخصص و مهارت بهاییان تأکید می‌کردند. نمونه‌های زیر می‌تواند تصوری از اخراج بهاییان به دست دهد. آقای رضا سهیلیان در شهرستان خمام به عنوان سرپرست بخش فنی کار می‌کرد و جهاد از کار او راضی بود، اما به دلیل بهایی بودن از کار اخراج شد. به رغم اینکه رؤسای او تأکید می‌کنند که او وظایف محوله را به نحو احسن انجام داده است. سند 17. آقای فروهر رضاپور، کارمند یک شرکت مسافرتی در تهران، از کار برکنار می شود. در نامه اخراجیه از همکاری صادقانه کارمند اخراجی تشکر و برای او آرزوی موفقیت شده و با توجه به اینکه جناب عالی حاضر به کتمان عقیده خود نشده و در پرسشنامه مربوطه صریحاً دین خود را بهایی اعلام نموده اید، لذا به کار جناب عالی خاتمه داده می شود. سند 44. در خرداد 1358 محمد علی رجایی وزیر آموزش و پرورش در یک نامه رسمی به حکم شماره 14974/2 مبنی بر اخراج معلمین بهایی از مدارس کشور استناد می‌کند. این نامه توضیح می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش اجازه نمی‌دهد مانند دوران طاغوت پیروان مسلک بهاییت در واحدهای آموزشی بمانند و از این طریق افکار پاک و معصوم دانش آموزان را آلوده و منحرف نماید و اینکه پایان دادن به خدمت مستند به مواد قانون موجود و متضمن حداقل مجازات است. این نامه عواقب و تبعات خود را در سراسر کشور نشان می‌دهد. به عنوان مثال در فارس کمیته پاکسازی آموزش و پرورش 44 معلم بهایی را اخراج می‌کند. در خرداد 1359 آموزش و پرورش سبزوار در بخشنامه‌ای دستور می‌دهد که پرداخت حقوق به کارمندان بهایی متوقف و اسامی آنها به انضمام آخرین حکم حقوقی به کارگزینی اداره کل ارسال شود. به خانم سین جیم معلم گفته شد یا در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان اطلاعات جمهوری اسلامی عدم وابستگی خود را به فرقه مذکور اعلام و بریده روزنامه را به این اداره کل کارگزینی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال نمایی و یا از یکی از مراجع تقلید اسلام گواهی عدم وابستگی به فرقه بهاییت را به این اداره کل تسلیم نمایی. تا سال 1366 بیش از 11,000 بهایی شاغل در ادارات دولتی به دلیل بهایی بودن اخراج می شوند. مصادره املاک بهاییان و محرومیت از ارث. از نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی اموال
و املاک اغلب بهائیان حتی خانه‌های مسکونی آنان مصادره شد. دادگاه انقلاب یزد در سال 1359 بر اساس حکم 70/59 به کمیته‌ای به ریاست آیت الله صدوقی، امام جمعه و نماینده آیت الله خمینی اجازه داد که املاک خصوصی بهائیان شامل خانه، خودرو و غیره را ضبط کند. در اجرای این حکم در مراحل اولیه بهائیان به دادگاه انقلاب احضار و بهایی بودن آنها تایید و فهرست املاک آنان تهیه شد. حکم دادگاه به مالک بهایی اجازه میداد تا به همراه خانواده خود تا پایان عمر در ملک خود باقی بماند. پس از مرگ مالک خانواده او از ارث محروم می شدند و ملک را به ارث نمی بردند مگر اینکه یکی از اعضای خانواده مسلمان باشد. اگر هیچ یک از وراث متوفی مسلمان نبود، ملک به تصرف کمیته امداد امام خمینی در می آمد. وارثان مسلمان سهم خود را از ارث می گرفتند. نامه اداره ثبت اسناد و مدارک شهرستان یزد به دفترخانه اسناد رسمی یزد چگونگی اجرای حکم 70/59 را نشان می دهد. طبق دادنامه شماره ر/861/73 23 مهر 73 دادگاه انقلاب اسلامی یزد محکوم مهربان اهورایی فرزند جمشید از مصادیق حکم شماره 70/59 دانسته، لذا باغ متعلق به وی در شرف صدور سند مالکیت به نام مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی رهن می باشد. بنابراین سند مالکیت نام برده از درجه اعتبار ساقط و توسط هر کس جهت انجام هر نوع معامله به آن دفترخانه ارائه شد، اولا از انجام معامله خودداری و ثانیاً سند مذکور را اخذ و به این اداره ارسال فرمایی. در این احکام جمله‌هایی نظیر با توجه به محتویات پرونده و گزارش چند تا نقطه اداره کل اطلاعات یزد که حکایت دارد نام برده و همسرش فوت نموده اند و فرزندان آنها نیز بهایی می باشند، لذا موضوع از مصادیق حکم 70/59 این دادگاه بوده و حکم به ضبط اموال آنان به نفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام صادر و اعلام می گردد تکرار شده است. آیت الله صدوقی در خطبه نماز جمعه مورخه 30 خرداد 1359 گفت: بهائیان در سراسر شهرهای ایران توطئه چیده‌اند. او از مؤمنین دعوت کرد تا بهائیان را جستجو و آنها را تحویل دفاتر دادستانی انقلاب دهند. سرکوب بهائیان اعتراض بین المللی را برمی‌انگیزد و حتی سازمان ملل در سال 1984 در قطعنامه‌ای به شماره 1984/54 به برخورد با بهائیان در ایران
اعتراض می کند و خواستار آن می شود که دبیر کل سازمان ملل نماینده ویژه خود را برای بررسی وضعیت بهائیان به ایران اعزام کند. قطعنامه با واکنش منفی جمهوری اسلامی روبرو می شود. آقای خرازی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ادعا کرد که بهائیان اقلیت مذهبی به شمار نمی روند و جاسوسان صهیونیست بوده و اطلاعات جمع‌آوری شده را به اسرائیل منتقل می کند. جامعه بین المللی بهائیان از نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دعوت کرد تا مرکز بهائیان را در حیفا، اسرائیل بررسی و درباره اتهامات مقامات دولت ایران تحقیق کند. کشتار بهائیان 1363 تا 1371 نیمه دوم سال 1362 در نیمه دوم سال 62 نیز دستگیری و اعدام بهائیان ادامه یافت و 6 بهائی در زندان بر اثر شکنجه‌های جسمی و روحی به قتل رسیده، 2 بهائی اعدام و 1 بهائی را در خانه او با سنگ و چوب به قتل رساندند. عبدالمجید مطهر متولد 1298 معلم در شهرضا از توابع اصفهان در خانواده‌ای بهائی متولد شد. در روستاها معلم دبستان بود. اوایل دهه 1340 به اصفهان رفت و در آن شهر در تشکیلات محفل محلی به سمت منشی انتخاب شد. در شهریور سال 1362 در اصفهان دستگیر شد و 3 ماه در زندان بود. در سن 64 سالگی در آذر ماه سال 1362 در زندان فوت کرد چون قبرستان بهائیان اصفهان مصادره شده بود. جنازه او را در منطقه‌ای خارج از اصفهان دفن کردند. رحمت الله حکیمیان متولد 1311 بازنشسته وزارت کشاورزی در کرمان در خانواده‌ای بهائی متولد شد. از اعضای فعال جامعه بهائی در کرمان و سالیان بسیاری عضو محفل محلی بوده است. در 9 دی ماه 1362 دستگیر و در 15 دی ماه در زندان کرمان در سن 51 سالگی به قتل می‌رسد. محمد اشراقی متولد 1278 کارمند بانک در خانواده‌ای بهائی در گرگان متولد شد. از دوران جوانی در تشکیلات بهائی فعال و در شهرهای مختلف مثل اصفهان و عراق عضو محفل محلی بود. در بهمن 1361 دستگیر شد، حدود 8 ماه در زندان بود و در 2 فروردین 1362 در زندان در سن 84 سالگی فوت کرد. احمد علی ثابت سروستانی متولد 1291 عطار در سروستان از توابع فارس در خانواده‌ای بهائی متولد شد. به دلیل بهائی بودن در هر دهی که ساکن میشد پس از مدتی با اذیت و آزار روبرو و به ناچار محل سکونت خود را تغییر میداد. یک بار در مرودشت مغازه او را غارت می‌کند. در آذر ماه سال 1361 به دادگاه انقلاب شیراز احضار شد. به دادگاه مراجعه و دستگیر شد. 7 ماه در زندان ماند و در 9 تیر ماه 1362 در 71 سالگی در زندان درگذشت. نصرت الله ضیایی کارمند اداره پست و تلگراف
در خانواده‌ای بهایی متولد شد. پسر او مهران ضیایی ماجرای دستگیری خود و پدر را در نامه‌ای که به عزیزالله ایزدی نیا نوشته شرح داده است. او می‌نویسد 10 دی ماه 1362 در شهرستان بافت کرمان دستگیر شدیم. سلول زندان من و پدرم روبروی هم بود. در 1.5 ماه که من در زندان بودم روزها چشمهای من و پدرم را می‌بستند و به اتاق بازجویی می‌بردند. اگر جواب سؤالها مطابق میل آنها نبود کتک زدن و توهین کردن شروع می‌شد. پدر را شدیدتر شکنجه می‌کردند. گاهی او را از پله‌ها به پایین پرتاب می‌کردند. با اسلحه خالی پشت سر او شلیک می‌کردند. مقابل دیوار قرار دادن از شکنجه‌های روحی و جسمی بود که معمولاً برای پدرم و من اجرا می‌کردند. آنقدر لگد به پهلوی پدرم کوبیده بودند که قسمت پهلوی چپ به کلی متورم و کبود بود. پدرم بعد از 1 ماه نه می‌توانست غذا بخورد و نه قدرت راه رفتن داشت. او را به بیمارستان منتقل کردند. چون من هیچ وقت عضو فعال جامعه نبودم آزاد شدم. بعد از آزادی به کرمان رفتم. پدرم را 2 بار دیگر به بیمارستان انتقال دادند تا در روز 13 اسفند سال 1362 در زندان مرد. سهیل هوشمند متولد 1337 جوشکار و لوله‌کش در شیراز در خانواده‌ای بهایی متولد شد و در جامعه بهایی فعال بود. در مهر ماه سال 1361 در بیمارستان سعدی شیراز دستگیر و به زندان عادل‌آباد منتقل و در سن 24 سالگی پس از 1 سال حبس به دار آویخته شد. محسن رضوی متولد 1305 کارگر در یکی از دهات همدان متولد و در تشکیلات اداری بهایی فعال و عضو محفل محلی بود. 15 اردیبهشت سال 1361 دستگیر و ابتدا در زندان اوین و سپس در زندان گوهردشت زندانی شد. در 16 اسفند ماه 1362 در 57 سالگی اعدام شد. بهمن دهقانی متولد 1319 مغازه‌دار در روستای محمدیه در خانواده‌ای بهایی متولد و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی مغازه‌دار شد. عضو محفل محلی محمدیه بود. ساکنین این روستا اعم از بهایی و مسلمان با هم خویشاوند بوده و پیش از انقلاب هیچ گونه مشکلی با هم نداشتند. اما با شروع انقلاب روحانیون مسلمانان را علیه بهاییان تحریک می‌کنند. در 9 آبان ماه 1362 گروهی تحریک شده به منزل بهمن دهقانی حمله می‌کنند و او را در سن 43 سالگی به قتل می‌رسانند. غلام حسین حسنزاده شاکری متولد 1282 در مشهد کارگر در خانواده‌ای مسلمان متولد شد و خود به آیین بهایی گروید. از مشهد به تهران نقل مکان کرد. در تهران در اوایل سال 1362 دستگیر شد و پس از 9 ماه زندان در 20 اسفند ماه در 80 سالگی در زندان اوین به قتل رسید. سال 1363 در سال 63 نیز 29 نفر بهایی اعدام شدند. رحیم رحیمیان متولد 1311 کارخانه‌دار در شهر عراق در خانواده‌ای بهایی متولد شد. از دوران جوانی در تشکیلات اداری بهاییان فعال
و در محفل محلی عضو بود. در سال 1340 کارخانه پلاستیک سازی تأسیس کرد. در سال 1356 به قصد اقامت در هندوستان کارخانه را تعطیل کرد، اما چون موفق به گرفتن اجازه اقامت در هندوستان نشد، به ایران بازگشت. بازگشت او به ایران همزمان با شروع انقلاب بود. او برای کمک به بهائیانی که از ادارات و شرکت‌ها اخراج می‌شدند تلاش می‌کرد. در 4 اردیبهشت 1362 بازداشت شد. در 10 مهر ماه 1362 مأمورین به خانه مسکونی او رفته و با حضور مادر، همسر و فرزندانش تمام اموال و اساسیه منزل را صورت برداری کردند و خیلی توهین و تهدید کردند که ایشان را به تبری وادار کنند. ولکن همه آزار و شکنجه های زندان و توهین و تهدید هیچ کدام کوچکترین تزلزلی در ایمان وی نداشت. او را از زندان گوهردشت به زندان اویل منتقل می کنند. یکی از زندانیان آزاد شده از زندان اوین به خانواده رحیمیان می گوید به قدری از شدت شکنجه و آزار جسماً ضعیف شده که دوستان بهایی ایشان را نشناختند. در 27 اسفند ماه از دفتر زندان تلفن می کنند که با رحیم صحبت کنید. بعد از یک مذاکره کوتاه تلفن قطع می شود. خانم رحیمیان در 19 فروردین 1363 به زندان مراجعه می کند. متصدی زندان می گوید بله، چون او بهایی بود و هرچه کردند ارشاد نشد او را اعدام کردند. به هنگام اعدام 51 ساله بود. یدالله صابریان متولد 1299 کارمند چاپخانه. در سمنان در خانواده‌ای که پدر بهایی و مادر مسلمان بود متولد شد. در بین 3 خواهر و 1 برادر و خواهر کوچک به آیین بهایی می‌گروند. یدالله در تشکیلات اداری بهایی فعال و مدت 10 سال منشی محفل محلی یکی از نقاط تهران، نارمک بود. در 14 بهمن 1360 دستگیر شد و در فروردین 1360 پس از 2 سال و 2 ماه زندان و شکنجه در زندان اوین به دار آویخته شد. به حکم قاضی شهر انبار او را مصادره و همسرش را از خانه مسکونی او بیرون کردند. به هنگام اعدام 63 ساله بود. مهندس کامران لطفی متولد 1331 کارمند دانشگاه. در خانواده‌ای بهایی متولد و در رشته مکانیک از دانشگاه تبریز فوق لیسانس گرفت و در مدرسه عالی تکنولوژی سمنان استخدام شد. در سمنان عضو محفل محلی بود. در سال 1360 شامل پاکسازی و اخراج شد. در اردیبهشت 1362 دستگیر و به زندان گوهردشت منتقل شد. 20 فروردین 1363 دادگاه به خانواده او خبر می‌دهد که چون کامران حاضر نشد از آیین بهایی برگردد، او را تیرباران کردیم. محل دفن او نامشخص است. کامران را در 32 سالگی اعدام کردند. مسعود علیزاده متولد 1319 کارمند وزارت کشاورزی. در میان دو آب در خانواده‌ای بهایی متولد شد. در دانشسرای کشاورزی ورامین تحصیل و به عنوان کمک کارشناس کشاورزی استخدام شد. در تشکیلات بهایی فعال و عضو محفل محلی در ارومیه بود.
در 8 بهمن 1360 دستگیر شد. پس از بیش از 2 سال زندان، هنگامی که در 16 اردیبهشت 1363 همسر و 2 دختر خردسال او برای ملاقات به زندان می‌روند، خبر اعدام او را اعلام می‌کنند. او را در سن 43 سالگی اعدام کردند. اسدالله کامل مقدم، متولد 1299، کارمند کارخانه نساجی، در بابل در خانواده‌ای بهایی متولد شد. در تشکیلات بهایی فعال و در محفل محلی عضو بود. در سال 1362 دستگیر شد و در اردیبهشت 1363 در زندان در 63 سالگی سکته کرد. جنازه او را بدون اطلاع خانواده و بدون مراسم مذهبی دفن کردند. مهندس جهانگیر هدایتی، متولد 1302، آرشیتکت، در علی‌آباد اژدهات یزد متولد شد. خانواده او از بهائیان پارسی نژاد بود. در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. پس از پایان دوره دبیرستان به تهران رفت. از دوران جوانی در تشکیلات اداری بهایی در شهرهای مختلف فعال بود. در دانشکده فنی تهران در رشته ساختمان تحصیل کرد. در سال 1360 و 1361 به عضویت محفل ملی ایران انتخاب و در 9 تیر ماه 1362 در خیابان ربوده شد. خانواده او پس از مدت‌ها پی باخبر می‌شوند که در زندان اوین زندانی است. 10 ماه در زندان انفرادی او را شکنجه دادند تا دست از آیین بهایی بردارد. در 30 اردیبهشت به همسرش اطلاع می‌دهند که برای ملاقات به زندان برود. همسر او به قصد ملاقات به زندان می‌رود، اما به او خبر می‌دهند شوهرش 5 روز پیش اعدام شده است. مهندس جهانگیر هدایتی را در 25 اردیبهشت و در 60 سالگی اعدام کردند. همسر او در نامه‌ای به برادر خود بهرام زامیادی می‌نویسد: باید به قضایای الهی راضی باشی. الحمدلله او هم در این راه با استقامت و ایمان از امتحانات الهی روسفید در پیشگاه الهی است و مقامش در نزد حق محفوظ است. گرچه برای ما خیلی سخت است، از خدا می‌خواهم که به ما صبر و استقامت بدهد که بعد از این هم بتوانیم با مشکلات از عهده امتحانات الهی برآییم. جلال پیروی، متولد 1316، مهندس کشاورزی، در شهرک میلان در خانواده‌ای بهایی متولد شد. مهندس کشاورزی از دانشگاه تبریز و در تشکیلات اداری بهایی فعال بود. ابتدا در تبریز و بعد در گرگان و ارومیه به عضویت محفل محلی انتخاب شد. در 28 مهر ماه 1360 در ارومیه دستگیر و از زندان ارومیه به زندان شهربانی تبریز منتقل و در 15 اردیبهشت 1363 در 47 سالگی اعدام شد. علی محمد زمانی، متولد 1308، کارمند چاپخانه، در جاسب یکی از دهات قم متولد شد. از دوران جوانی در تشکیلات بهایی فعال بود. در اردیبهشت 1362 دستگیر و در 15 فروردین 1363 در زندان اوین در 54 سالگی اعدام شد.
جسد او را بدون مراسم مذهبی در محلی نامعلوم دفن کردند. سرهنگ نصرت الله وحدت متولد 1312 اخراجی ارتش در سنگسر متولد شد. پس از پایان دوران دبیرستان وارد خدمت ارتش و در اوایل انقلاب از ارتش اخراج شد. در تشکیلات اداری بهایی فعال و عضو محفل محلی مشهد بود. حکم دستگیری او و همسرش منیره پارسا را دادگاه انقلاب مشهد صادر کرد. اما چون در 18 مهر ماه 1362 به هنگام دستگیری در مشهد نبودند، مأموران دختر بزرگ و پسر آنان به نام ماندانا و جلایر را به عنوان گروگان دستگیر می‌کنند. سرهنگ وحدت در 28 مهر ماه خود را به دادگاه معرفی می‌کند و پس از 8 ماه زندان و شکنجه در 27 خرداد ماه 1363 در 50 سالگی اعدام می‌شود. در وصیت‌نامه سرهنگ وحدت آمده است: روز شنبه 26 سی 1363 از توام و به تو آمدم، قلبم را به نور معرفتت منیر فرما. بسم الحاکم علی ما کان و ما یکون، ضمن اطاعت و آمادگی به حکم دادگاه قضایی جمهوری اسلامی مشهد و حکم صادره از دادگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران. چند تا نکته: از فرزندان عزیزم داور، ماندانا، جلایر، شبدیز و هومن بهتر از جانم و مادر عزیز زهرا خانم که از زندانی بودن من بی اطلاع است و برادر عزیزم که در زندان گنبد به علت بهایی بودن به سر میبرند و از خواهران عزیزم خداحافظی میکنم و همگی را به خدای بزرگ میسپارم. احسان الله کثیری متولد 1315 کارمند اداره مبارزه با مالاریا در عربخیل از توابع بابلسر در یک خانواده بهایی متولد شد. به دلیل نداشتن امکانات مالی دبیرستان را رها کرد و در اداره مبارزه با مالاریا استخدام شد. در کرج ساکن و در تشکیلات اداری بهایی فعال بود. همسر او بهاریه مظلوم ماجرای دستگیری شوهر خود را برای مجله اندلیب نوشته است. نیمه شب 9 مرداد 1362 5 مرد مسلح چون درب را باز نکردیم از بالای دیوار وارد منزل شدند. از سر و صدای آنها بچه‌های کوچکمان از خواب بیدار شدند و وحشت زده به آنها نگاه می‌کردند. به من گفتند برو سرت را بپوشان. به احسان حمله می‌کنند و چند سیلی به صورتش می‌زنند. خانه را به هم می‌ریزند و آنچه مربوط به امر بهاییت بود با مقداری جواهر که داشتن جمع کرده و احسان را با خودشان بردند. در آن شب در کرج عده‌ای بهایی را دستگیر و نخست در زندان انفرادی گوهردشت و سپس در زندان اوین زندانی می‌کنند. بعد از 10 ماه به احسان اجازه می‌دهند با همسر و فرزندان خود ملاقات کند. همسر او می‌نویسد: هیجان داشتیم زودتر او را ببینیم. وقتی وارد سالن شد مردی بود با موهای سفید و محاسن بلند.
قرار ملاقات بعدی در 11 تیر ماه رنگ دیگری داشت. در دفتر زندان به صراحت نگفتند که او را شهید کرده‌اند، اما شماره‌ای دادند و وقتی تماس گرفتم بدون تأمل و بدون هیچ سؤالی به من گفتند که اعدام شد. گفتم دستتان درد نکند و گوشی را گذاشتم. احسان الله کثیری را در 48 سالگی اعدام و بدون مراسم در محل نامعلومی دفن کردند. پس از شنیدن خبر اعدام بستگان او برای تحویل گرفتن جنازه مراجعه می‌کنند، جسد را تحویل نمی‌دهند. اما بستگان او خبر می‌شوند که او را در 6 تیر ماه 1363 11 ماه بعد از دستگیری اعدام کردند. از بازماندگان او مبلغ 11,000 ریال بابت مخارج دفن می‌گیرند. منوچهر روحی، کارمند داروخانه، در خانواده‌ای بهایی در بجنورد متولد شد و کارمند داروخانه بود. دختر او گزارش اعدام پدر را نوشته اما هیچ اطلاعاتی درباره زندگی او به دست نداده است. بر اساس نوشته او دفتر زندان در 25 مرداد 1363 به خانواده خبر می‌دهد که برای ملاقات به زندان بروند. روز بعد 26 مرداد 1363 در زندان بجنورد او را تیرباران می‌کنند. امین الله قربانپور، کشاورز و دامدار، در یکی از دهات آذربایجان به نام باباکندی در خانواده‌ای بهایی متولد شد. از سال 1334 در تهران دامدار بود. در خرداد ماه 1363 دستگیر و در 20 شهریور 1363 در زندان اوین تیرباران شد. جسد او را بدون اطلاع خانواده و بدون مراسم مذهبی دفن کردند.